دوستان عزیز بازم خوش آمدین در ادامه برنامه. در این بخش برنامه گزارش را دیدین که همکار خیلی خوب ما چراغ جان آماده کرده بودن. واقعا اگر دیگه وقتها ما متوجه زندگی خود می باشیم، حداقل در ماه مبارک رمضان ماه رحمت است، ماهی هست که ما باید با یکدیگر دست یکدیگر بگیریم و از بدبختی ها دور شیم. چراغ جان هم رفته بود، اگرچه ما از فامیل ها زیاد داریم در کشور خود، ما خواستیم که یک فامیل خود دردش بفهمیم. رفتن گزارش آماده کردن و دیدیم از وضعیت زندگی از اونا با چقدر مشکلات هستن و چقدر یعنی اونا همت دارن، تلاش میکنن که از این مشکلات دور شن. هم بدبختانه که مشکلات دامنگیر افغانستان است، نه تنها مردم افغانستان، شاید در کشور دیگران باشه اما در افغانستان بیشتر. امروز هم خواستیم از همون خانواده همون خانواده رو در کنار خود داریم، باز هم از مشکلاتشان، از ای که در زندگیشان چقدر اینا زحمت میکشن، چقدر مبارزه میکنن بپرسیم. مثل از اینا هزاران خانواده دیگر هم است که انشالله اونا رو هم در برنامه ها خواهد داشتیم و از اونا هم از وضعیت زندگیشان خواهد پرسیدیم. خاله مسعوده با ما هست. سلام بر شما، صبحتان بخیر و خوش آمدین به برنامه. خاله جان، از یاد شویم که در خانه چند نفر هستین و کارگر خانه تان کی است یا نانآور خانه تان کی است؟ در خانه ما 3 نفر هستیم، یک شوهریم است، یک دختریم است، دیگه نانآور خانه نداریم. اگر کدام جای کار ما پیدا شد و کار میکنیم روزانه، دیگه خرج خانه خود کار خودتان میکنین؟ کار خودم میکنیم. اگر کدام جای کار شد یک کار پیدا شد. خاله جان میشه کم بلندتر صحبت کنین و ایده هم بگوین که در خانواده از چی وقفتر شما تنها شدین و چرا کسی نیست که همراه شما همکاری بکنه؟ یعنی از فامیل پدرتان یا از فامیل شوهرتان چرا کسی نیست؟ هیچ کس کوی نداریم دیگه. جنجال شدم یا روزی کردیم همیشون فل شد. نمی خانه کشیدیم هم صاحب خانه خیر ببینیم که مرا نگیریم. حالات ما را دیدن که مرا نمیگیریم. همونجا زندگی میکنیم. خانم یعنی کرایی از خاله جان؟ از کرا نمیگیرم. کرا نمیگیره؟ کرا نمیگیرم. حالات ما را دیده کرا مرا نمیگیرم. اونم در فروش انداخته دیگه ما چیزی اگر خانه فروخته شود دیگه شما هم بی سرپناه میشه. بی سرپناه هستیم. کجا بودیم؟ یک دختری ما است که فلج شویم. خاله جان، از یاد شویم شما گفتین که شوهرتان فلج است. از چقدر مدت میشه که فلج شدن و از این بگین که طالب تداویش کردین، پیش کدام دکتر بردین نشانی؟ تداویش زیاد کردیم، میسوزو قرض کردیم، بند کردیم، میسوزو گشتیم، 2 دفعه عملیات شد، هیچ نتیجه نیافتیم دیگه. هیچ همینطور که هست چوب در دستش اگر چوب نباشه هیچ کس که تیلش کنه سو بهتر طور میشه. و چقدر وقت میشه که فلج است؟ 10 سال است. 10 سال. مدت خیلی طولانی هست، 10 سال میشه که شوهر از اینا فلج هست و نانآور خانه خودتان هستین. نانآور خانه خودم هستم. بسیار زیاد یعنی دردناک است که یک سیاسر با یک مشکلات، شوهرش فلج و یک طفلکش. میشه بگوین وقتی طفلتان یعنی خرد بود و نیاز داشت که مادر پیش باشه، وقتی شما به کار کردن میرفتین اون رو کی نگهداری میکرد؟ اینجا مو پدرش بود دیگه پیشش. خاله جان، از این پیش هم کدام کس پیدا شده بود که امرتان کمک کنه یا دایمی رمضان کسی هست که امرتان کمک کرده باشن؟ نه امی در رمضان امی شما دیگه کمک کردیم دو پاس شما دیگه چه کردیم دیگه. یعنی 4 طرف همسایه کدام کس دیگه امرتان کمک نکرده؟ نه کردن یک چیز باشه واسه شام بیارم به اختیاری. واقعا دوستای عزیز، مشکلات ما همیشه گفتیم مشکلات افغان ها زیاد هست، اما چی کنیم که هیچ راه حل نیست. پس از تمام شما کسانی که میتونین کمک بکنین، این خانواده ها رو کمک بکنین. البته که در توان همگی ما هست که یک مقدار کمک بکنیم. میشه یک شب برای از اونا غذا آماده بکنیم، اگر نمیتونیم یک ماه یا یک هفته ایشان تضمین بکنیم. یک شبشان خب میتونیم که غذا برشان آماده بکنیم، یک مشکل اندکشان خب میتونیم حل بکنیم. پس خوب است که دوستای عزیز همکاری بیشتر داشته باشیم و هموطنان ما که در از کشور بیرون هستن، در خارج کشور هستن، واقعا احساس بالایی دارن و اونا کمک کردن. حاجره جان میشه بگوین که
که با این خانواده کدام دوست ما همکاری کردن. باورا عمر زمانی زمونږ ورور چې په دنمارک کې دی چې هغه زمونږ خپل ډېری د سورونه دي چې هغوی په افغانستان کې ژوند کې خو بس توان لري او د خلکو سره مرسته نه کوي، خو دا چې هلته دی دومره احساس لري او دومره زړه سواندی په دې خلکو باندې لري نو چې هغه تل د داسې کورنیو سره مرسته کوي. اوس هم څو کورنیو سره مرسته کړې چې موږ به په نور خپرونو کې هم لرو چې د هغې د جملې نه یو همدا خاله ده چې د کورنۍ سره هم هغې مرسته کړې ده. کس خواهان ازی است که بر ازی فامیل ها کمک بکنه و بره از نزدیک دیدن بکنه، اینا را میشه در پیج نو پیله مسیج بانه نیاز تماس بگیرن، اونجا هم شماره هست، تماس بگیرن. انشالله ما همراهشان همکاری میکنیم تا این خانواده ها را از نزدیک ببینن و همکاری همراهشان داشته باشن. دوستای عزیز همگی ما میتونیم اینا را کمک بکنیم، پس بیاین که دست به دست هم بتیم و مشکلات هموطنان خود حل بسازیم. میشه خاله جان خواستتان از هموطنایتان، از دولت، از اینا رو برای ما بگین. کم بلندتر صحبت بکنین خاله جان. نیاز دیگه ما دست ما را بگیریم، ما را کمک کنین، بی سرپناه هستیم، بی خانه هستیم، بی اینطور خواست داریم دیگه. خاله جان دخترکتان مکتب میره؟ نه از دستی که بی چیزی دیگه مکتب دم نه، مکتب هم که کتابچه کار داره، قلم کار داره، تو جنجالک است دیگه، همه میشه دیگه. واقعا اگر هر چیز دردناک باشد، دردناکترین همی است که او دخترک از درس و تعلیم باز مانده. نو شبنم څنګه د خوښه ده چې دا کومه روپۍ چې هغه خلکو کمک کړی دی ورسره هماغه کس ورسره کمک کړی چې هغه ورته په خپل لاس منډلې کړي. بسیار خوب است دوستای عزیز، اگرچه یک چیز ناچیز هست اما باز هم احساسشان قابل قدر است که درک کردن اگرچه از کشور بیرون هم هستن. خاله جان بسیار زیاد تشکر از اینکه آمدی و یک مقدار خیلی کم است، میشه اجر جان برشان بتیم. خداوند شما را سلامت داشته باشه، خداوند این مشکلات همگی ما را حل بسازه و دخترک شما را هم خداوند کلان بکنه و خدا کنه که بر زمینه مساعد شود تا او هم به درس و تعلیم بپردازه. نو خاله جان ډیره زیاته مننه. نو لیدونکو اوس هم زموږ همکارانو یو پکیج چمتو کړی دی، زه پکیج ګورو بیرته هغې زموږ خپرونه سره اوسئ. آیا خوردن غذاهای تند، ترش، روغنی و سرخ شده در ماه مبارک رمضان به صحت زیان دارد یا نه؟ طور کلی شیوه تغذیه ماه رمضان با دیگر ماه‌ها تفاوت چندانی ندارد و فقط برخی نکات ریز و مهم است که روزه‌داران باید در هنگام افطار و سحر به آن توجه کنند، چرا که روزه می‌توان در کنترل بسیاری از بیماری‌ها مانند کبد چرب مؤثر باشد. همچنین در بسیاری از مطالعات ثابت شده است که با قطع کردن رژیم غذایی بیمار توانسته بعد از 2 تا 3 روز عوارض بیماری را به حداقل برساند. مشهور از غذاهای افغانی مانند منتو، مرغ، آشک، بولانی که خیلی مزه‌دار هم است، اما غذاهایی هم تهیه می شود که به صحت در هر زمان و خصوصا در ماه مبارک رمضان خالی از زیان نیست. از غذاهای سرخ شده پکوره، چبلی کباب و بولانی و استورشیوباب مانند چکنی، مرچ و سرکه غذاهایی است که در ماه رمضان بیشتر تهیه و خورده می شود. خوردن غذاهای چرب و تند و سرخ شده در ماه رمضان خالی از ضرر نیست.
اگر در وقت افطار بر علاوه استفاده از این غذاهای پرخوری هم صورت بگیرد، برای انسان چه حالت رخ خواهد داد؟ غذاهای تند حاوی از مقادیر کاپسایسین هستند که این به متابولیسم بدن کمک می کند و سرعت سوخت و ساز را افزایش می دهد. و علت این امر این است که این ماده باعث افزایش دمای بدن شده و ضربان قلب را نیز افزایش می دهد. همچنین ثابت شده است که افرادی که با غذای خود تندی و ترشی مصرف می کند با غذاهای تند زیاد می خورد، حجم وعده غذایشان کاهش می یابد، در نتیجه روزانه کالری کمتری دریافت می کند. سلامت قلب. غذاهای تند برای قلب مفیدند، از آنجا که غذاهای تند توانایی بدن را برای از بین بردن لخته‌های خونی افزایش می‌دهند و به سلامت قلب کمک زیادی می‌کنند. تحقیقات نشان می‌دهد با مصرف تندی کلسترول LDL، کلسترول بد خون کمتر اکسیده شده و در نتیجه احتمال سکته قلبی نیز کاهش پیدا می‌کند. ماده‌ای که موجود در تندی ها است همچنین با وروم یکی از عوامل حمله قلبی در بدن مبارزه می کند. آمار نشان می دهد میزان مشکلات قلبی از جمله سکته در فرهنگ هایی که در آن غذای تند بیشتر مصرف می شود به میزان قابل توجیه کمتر دیده می شود.